ای محبوب دلم مادر، آواز فرزند مجاهد و مبارزت است. بعد از سالهای سال آوازم را شنیده در هیجانی: بله مادر، برای دوریم رنج و مشقت میکشی. این همه رنجهایت به جواب نخواهد ماند ان شاء الله. مادر، بار فکر و تدبر کن. الله مرا برای عبادت خلق کرده است. بله مادر، و گمانم من بسیار رنجت دادم. لیک بدان مادر، تو مادر یک مجاهد هستی. الله خود مرتبه مجاهد را وصف کرده است. با این قدر وعده های ربم باز هم شک داشته باشم؟ نه مادر، این خطاست. بله مادر، هر بار با همراهت صحبت کنم فقط سخنان از یک مرحله خالی نیست. میگویی بر بگرد بر پیشم. ای مادر مجاهد، بدان از این راه جگربندت را یا شهادت باز می‌دارد یا اینکه اسیری. راهی من از راه دیگر فرزندانت جدا شد. راه دوریم در دلت غصه ها شد. روز آیم در دست بیرق توحید. ببوسم دستهای پایهایت. ایا مادر، یاد کردم سیله هایت. به جواب نخواهد ماند این همه غمهایت. غمی فرزندی مجاهد پیرت کرد. دوریم از تو مادر دلگیرت کرد. امید مشو از شفاعت فرزندی مجاهد. سربلندی ای مادر مجاهد در این دنیا هم در قیامت.